خاک تو سر من. 2 نفر کشتم پشمام. یکی البته الان اینجا کیل مهم نیست. 2 تا هارد پوینت مهمه. انمیه. هدشات یکی. ای یه دابل کیل این وسط. نه اون کیل من شد اونی که زد. الان میمیره الان میمیره الان. با منه؟ 3 تا بودن 2 تاشون رو من زدم. خوب کجا؟ بر به درک بابا. ای اسنایپر به نازم. اصلا تو مولتی پلیر اسنایپ زدن خیلی راحته و کیفش هم بیشتره و خفن‌تره. نه بابا جدی بتل لحظه رویا. های خفن‌تری میابه. بتل رویا خیلی خفن‌تره اسنایپ زدن با نه مارکسمن. منظورم خفن‌تره، لحظه های خفن‌تره، لحظه‌های شات های خفن‌تر. چون اینجا همه تو حلقه همن سریع میزنی. می‌دونی چی میگم؟ چه قشنگ زدمش. بابا بگو مام بیایی چند تو آکسون فیسی. همه یه رفیقامون شادگانی هن. الان یکی یه نارنجک بندازه اینجا 4 نفر میمیرن. 3 نفر بچه خدا اگه موومنت بزنم و بزنه منو میکشمش. آه یعنی تو موزه نزدی اون زدته؟ نه الان زده ولش کن داداش. بابا لطفی تو دهنت نزدی. استایل کو استایل کم شری رو خودت کسنه تو. آخه کی تو مولتی شاتگان ور میداره؟ که من احمق ور میدارم. خیلی ها من میدونم دارم میگم یکم چیز اوپیه. خودزنی خود درگیری میفهمم. بابا بنازم شاتگانه داره میاد تو. یعنی بله یعنی اینکه ای 2 نفر توی یه خط وایسادن قشنگ آماده ای شد. بابا بنازم شات کن. باز کی بودم من؟ مردم یه بس. هیت شات وال بنگ. اوی هیت شات زدم. بابا مووت بزن اینقدر افری مات میگی؟ چی شده؟ یام میگم کشی ریدم. چند کی؟ 22 تا 29 تا با SVD 22 تا با SVD. حاجی هم از پشت میزدم چرا بیشرف بابا. من هم با شاتگان هم با اسم کنارتون داره میاد. ویکتوری حرف شدم